این مقدمه بریم سراغ این که پردازش احساس چی هست. قبل از اینکه پردازش احساس رو بخوایم بدونیم باید بدونیم خود احساس چی هست. اینکه احساسات یک بسته های اطلاعاتی فشردن که ما باید بتونیم اونها رو باز بکنیم. مثل یه هدیه در نظر بگیریم که یک کسی براتون هدیه میفرسته، باند پیچی شده، روان پیچی شده، کاغذ کادو پیچی شده است. شما باید با پردازش احساس به ترتیب لایه به لایه اینو باز بکنین که بتونین به اون احساسه و محتواش دسترسی پیدا بکنین. این میشه پردازش احساس. حالا مدیریت احساسات چیه؟ مدیریت احساسات مجموعه کارهاییه که ما انجام میدیم که به پردازش احساس منجر بشه. مثلا زمانی که احساسات بهمون غلبه میکنه، از یک چیزایی خیلی ناراحت هستیم و دیگه گیج شدیم نمیدونیم چی کار بکنیم، اونجا مدیریت احساسات میشه 2 مرحله که مثلا ما اول خودمون رو آروم بکنیم، ذهنمون قرار پیدا بکنه و بعد که آروم شدیم تو قدم دوم پردازش احساس رو انجام بدیم. برای پردازش احساسم لازمه که ما هر حسی رو به تنهایی بشناسیم، یعنی بدونیم هر حسی چی هست، هدفش چیه، چی میخواد بهمون بگه. به عنوان مثال یک حسی که خیلی همیشه باهاش درگیریم و به نظرم مهمترین حسیه که شاید ما انسان ها داشته باشیم، حتی حیوان ها، ترسه. ما اگه ندونیم با ترس باید چی کار بکنیم، قاعدتاً نمیتونیم ازش استفاده بکنیم. خود ترس یک مفهوم داره، یعنی اینکه ما باید یک چیزی رو برای خودمون حفظ بکنیم، ازش باید نگهداری کنیم، باید از اون محتوا مراقبت بکنیم. مثلا من سروش اگر از دست دادن پول برایم ترسناک است، یعنی من باید برای حفظ پولم، برای حفظ سرمایه‌ام، افزایش درآمدم اقدام بکنم که بتونم اون رو در سطحی که نیاز دارم حفظش بکنم. یک خطایی که اکثر آدما تو اینجا بهش دچار میشن اینه که با خودشون میگن که باید ترس نداشته باشم که یک کاری رو بکنم. دقیقاً نقطه مقابلش. ما اگه ترس نداشته باشیم هیچ کاری رو انجام نمیدیم. به همین سادگی. ما باید ترس داشته باشیم که کاری را انجام بدهیم. و یک خطای شناختی این وسط میاد دخیل میشه که مثلا من باید ترسم کم بشه که یک کاری شروع بکنم. نه، چنین چیز نیست. من باید تحمل ترسم افزایش پیدا بکنه که بتونم اون کار رو علیرغم این که ترس دارم انجام بدم. پس به این موضوع خیلی دقت بکنیم. از این به بعد به جای این که دنبال این باشین که ترستون رو کم بکنین که برم فلان کار رو شروع بکنم، بهتر اینه که ترس رو دست نزنین، حتی زیادش هم بکنین و بعد بذارین اون ترس خودش اتوماتیک مراحل کار رو واسهتون جلو ببره. ممنونم. از این به بعد قراره که یکم توضیحات بیشتری در مورد هر حس رو با هم داشته باشیم. فعلا و خداحافظ.